قدرمنو هیوادوالو ښه راغلاست او بیا هم ښه راغلاست درته وایم. یو ځانګړی سلام هغه هیوادوالو ته چې همدا اوس مهال له خپلې خپرونې سهار معرف ټولنیزې او ورځنیزې خپرونې سره یو ځای شوي دي. د خپرونې په مهمه برخه کې هم د خپرونې په ارواپوهنه برخه کې راسره مېلمه ښاغلی استاد د ارواپوهنې برخې تکړه متخصص او د اسلامي علومو ماستر ښاغلی استاد محمد هارون مجددي صاحب راسره دی او نن به له ښاغلي استاد سره پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې څنګه د ماشومانو عبادي روزنه وکړو. د ماشومانو عبادي روزنه څومره ارزښتمنه ده، هغه ډول او طریقه چې د ماشومانو پر عبادي روزنه باندې ښه اغیزه لري هغه څه ده، او همداشان دا به ترې پوښتو چې د روژې مبارکه میاشت د عبادي روزنې لپاره څومره ښه بستر او څومره ښه فرصت دی. نو پرته له ځنډه ځم د ښاغلي استاد په لوري. جناب مجددی صاحب سلام، صبحتان بخیر و بسیار زیاد خوش آمدید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین جناب شیرزی صاحب بزرگوار، بخیر باشین. بسیار سپاس که آمدین. ماه پربرکت رمضان بر شما مبارک باشد. امیدوار هستم که روزهای ماه پربرکت رمضان بر شما هم بسیار عالی بگذرد. سلامت باشین، سلامت باشین، بخیر باشین، ان شاء الله که به همه عالی بگذره. بسیار سپاس. آقای مجددی، در زندگی ما بزرگترین هدف زندگی ما که پروردگار برای ما شما تعیین کرده است همان عبادت کردن هست و انس و جن خلق نشده اما برای عبادت. حالا فرزندان ثمره زندگی ما هست که میتواند بعد از مرگ ما هم برای ما شما عامل اجر و ثواب ها باشد. حالا این فرزندان چگونه باید تربیت عبادی شود و در نخست میخوایم بپرسم که چرا باید عبادی تربیت شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الصيام فريضة على المؤمنين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين و بعد. خدمت شما و همکاران شما و تمامی بیننده های تلویزیون محترم ملی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام، بسیار سپاس. امیدوار هستم که این روز چهارم ماه مبارک رمضان را به خوبی آغاز کرده باشند همگی و تمنا دارم که عزیزان ما این فرصت طلایی را غنیمت شمرده از لحظات ماه مبارک رمضان استفاده بهتر، خوبتر و درستتر نماییم ان شاء الله. بدون شک ماه مبارک رمضان ماهی است که در این ماه قرآن عظیم الشان نازل گردیده. ماهی است که در این ماه امت اسلامی وارد مهمترین مرحله های تاریخ گردیده اند. جنگ بدر در ماه مبارک رمضان به وقوع پیوسته. فتح مکه که بزرگترین فتح در جهان اسلام است و همچنان فتح اندلس توسط طارق ابن زیاد، فتح بیت المقدس توسط صلاح الدین ایوبی سلطان عزیز اسلام، اینها همه در ماه مبارک رمضان به وقوع پیوستند و این ماه ماهی است که نسبت به سایر ماه‌ها متمایز می باشد. ماه مبارک رمضان ماه تزکیه، ماه عبادت، ماه بندگی و ماه تربیت است و یکی از مسئولیت های بسیار مهمی که بر عهده والدین گذاشته شده در این ماه مبارک تربیت عبادی فرزندانشان می باشد. زیرا عبادت تنها یک عمل ظاهری نیست جناب شیرزی صاحب. عبادت شخصیت سازی میکنه. عبادت روابط انسان ها را تنظیم میکنه و آینده شان تضمین میکنه، روابطشان را تنظیم میکنه و آینده شان تضمین میکنه. یعنی تنظیم رفتارهای انسانی و همچنان تنظیم تضمین سلامت روح و روان انسان می باشه. عبادت به این اساس تمام والدین مسئولیت دارند که در بخش عبادی فرزندان خود را تربیت درست بکنند. بسیار عالی. تربیت عبادی یکی از مسئولیت های بسیار مهم و اساسی والدین گرامی است، چون مطابق مو حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم کل مولود یولد علی الفطرة، هر نوزاد، هر طفلی که به دنیا می آید او در اصل فطرتا سرشتش اسلام می باشه، اما همین والدین است که ایره به کدام دین می بره، طرف یهودی می بره، به طرف نصرانی و یا هم به طرف اسلام. به این خاطر
تربیت عبادی فرزندان از تمام تربیت های دیگر کرده ضروری هست و مهم است. بله آقای مجددی، با توجه به این ارزشمندی که شما صحبت کردین، حالا بهترین روشی که با استفاده از ما بتوانیم فرزندان خود را عبادی تربیت بکنیم کدام روش بوده میتونن تا نتیجه عالی، مؤثر و مثمر داشته باشد؟ بدون شک اولین چیزی که بر والدین گرامی ضرور هست، لازم است، این است که به فرزندان خود بیاموزانند، آنها را بفهمانند که فرزند عزیزم تمام پذیرش تمام اعمال صالحه و نیک موقوف به عقیده انسان هست. یعنی در ابتدا عقیده سازی بکنند در وجود کودک خود. بسیار. عقیده درست را، عقیده سالم را در وجود کودک خود تزریق نمایند. قسمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم 13 سال را در مکه مکرمه اینها فقط مصروف دعوت بودند. دعوتشان در راسته عقیده سازی، ذهنیت سازی، مردم آماده از این ساخت که به اسلام رجوع کنند و اسلام بیارن. عبادت در اونجا نماز نبود، روزه نبود، زکات نبود، دیگه هیچ عبادتی نبود، فقط پیامبر صلی الله علیه و سلم روی عقیده کار میکرد. بنابراین والدین گرامی، هر پدر و مادر برای فرزند خود بیاموزانه که فرزند عزیزم تمام اعمال را پروردگار زمانی میپذیره که عقیده انسان سالم باشه، عقیدهش درست باشه و پذیرش اعمال موقوف به عقیده هست، به ایمان هست. اگر کفار هر قدر اعمال صالحی را انجام بدهند نزد الله متعال قابل قبول نیست. و من یرتد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. هر آن کسی که از دین خود برگردد و در حالت کفر بمیرد، هر آن چیزی که انجام داده تمامش هدر واقع میشه، یعنی هیچ کدامش نزد الله متعال پذیرفته نمیشه. اولین شرطی که، اولین اصولی که اعمال صالحه و اعمال شایسته نزد پروردگار قبول میشه او عقیده است که عقیده سالم داشته باشه. و پدر و مادری که این مسئولیت خود انجام ندهد در روز قیامت مسئول هستند. و مهمترین چیز دیگری که هر پدر و مادر باید او را مد نظر داشته باشه، برای فرزند خود بیاموزانه که فرزند عزیزم انسان بدون هدف خلق نشده. خلقت انسان ها روی یک هدف بوده. اولین هدفشان عبادت پروردگار است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن عظیمشان به صراحت بیان میکنه که جنیات و انسان ها خلق نشدن مگر برای عبادت. ذات اقدس الهی میگه که ما جنیات و انسان را نیافریده مگر به خاطر عبادت خود. در اینجاست که پدر و مادر برای فرزند خود بیاموزانه که فرزند عزیزم هدف اصلی انسان ها و هدف اصلی تمام انسان عبادت پروردگار است. اولین چیزی که برای کودک خود در بخش تربیت عبادی برای کودک خود اینا باید بیاموزانند این است که ذات اقدس الهی را به اینها معرفی کنه. حق و حقوقی که الله متعال بالای ما داره، بالای فرزندانشان داره، او را به کودکان خود بیاموزاند که فرزند عزیزم ما از خود خالقی داریم. یک ذاتی هست که ما را و جهان هستی را آفریده. این اولین چیزی هست که هر پدر و مادر برای کودک خود بیاموزاند و برش بگوید که فرزند عزیزم در شناخت ذات پروردگار توحید الوهیت را باید تو بدانی. توحید الوهیت به این معنا که تمام عبادات، نماز، روزه، حج، زکات، ذکر، صدقه، دعا، کارهای شایسته، اعمال صالحه، خیرخواهی، نیکی، تمام از اینا برای الله متعال باید انجام داده شود. یک موضوع دوم توحید ربوبیت است. خالقی که ما داریم این رازق هست و رجوع همه ما به سوی او است. پیدا کننده انسان خالق اقدس الهی است و ما دوباره به سوی او رجوع میکنیم. و توحید اسما و صفات، الله متعال از خود اسما و صفاتی داره که موصوف ساختن دیگر چیزها یا دیگر انسانها به او صفات جایز نیست. این را به کودک خود بیاموزانه. و بعد از او باز برش بگه که فرزند عزیزم چیز دیگری که لازم است تو باید در مورد پیامبرها بدانی که الله رب العزت، الله متعال بنده های نیک خود را به عنوان پیامبر برای من و تو مبعوث کردان تا ای که موت را و جهان هستی را
راهنمایی بکنه، در مورد پیامبرا بر از اینا تعلیمی داشته باشه، بر از اینا آموزش بدهد و بعد از شناخت پیامبر در مورد ملائک برش بگه که فرزند عزیزم، کودک نازنینم، ملائک موجودی هستند که از نور آفریده شدن، خوراک ندارن، نمی نوشند، خواب ندارن، فقط مختص برای عبادت پروردگار و برای امورات و وظیفه دنیوی اونا آفریده شدن و هر آن چیزی که تو انجام میدهی او را کرام الکاتبین می نویسه. پس فرزند عزیزم متوجه باش که کارهای خلاف نورزی، به طرف کارهای خلاف نروی. و بعد از اینکه ملائکم برش معرفی کرد، برش بگوید که فرزند عزیزم، ما باید ایمان داشته باشیم که الله رب العزت برای من و تو کتاب‌های نازل کرد، تورات و انجیل و زبور و فرقان. در مورد اینا باید برای کودک خود بگه که ما باید به اینا ایمان داشته باشیم، به قرآن و به تمامی کتب آسمانی ایمان داشته باشیم، هم به زبان تصدیق کنیم، هم بر قلب و هم در جوارح به احکام و دستورات قرآن عظیم ما باید عمل بکنیم. و بعد از این پنجمین موردی که است او با ایمان داشتن به مغیبات. برای فرزند خود بگوید که فرزند عزیزم، جنت، جهنم، عالم برزخ، پل صراط، حساب کتاب، ترازوی اعمال، اینا همه چیزهایی هستند که غیب هستند، ما باید به ایمان داشته باشیم. و در مرحله ششم ایمان به قضا و قدر. عزت و ذلت از جانب الله متعال است. هر آن چیزی که به انسان میرسه ای در قضا و قدرش نوشته می باشه. بناهن ای را برای کودک خود بیاموزانه که فرزند عزیزم، به سختی هایی که برات میرسه یا به چیزهایی که تو مایل به طرف از او هستی، میلان به طرف از او هستی و دلت میخوای که او را داشته باشی، نمیرسه برات، تو به او باید ایمان داشته باشی که ای از جانب الله متعال برای ما خیر دو نبوده که برای ما نرسیده. قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. هر آن چیزی که برای انسان میرسه از جانب الله متعال است و مصیبتی که حتی به انسان میرسه او از جانب الله متعال است. از دیدگاه روانشناسی جناب شیرزه صاحب، علمای روانشناس میفرمایند که تمام فساد و تمام خرابی های کودکان ناشی از اهمال و بیغوری پدر و مادر می باشه. والدین گرامیشان علل خصوص در قسمت تربیت عبادی تلاش نورزیدند. همین نکته باعث شده که فرزند لاابالی به بار بیاید. همین نکته باعث شده که فرزند اهمیت عبادت را نمیدانه یا اهمیت عبادت پی نمیبره و نماز نمیخوانه، روزه نمیگیره، چیزهای اسلامی برش تو یک چیز بی ارزش می باشه. اما اگر اینجا اهمال و بیغوری نکنن والدین، در ابتدا امو مرحله عبادت را به قسمی که اسلام عزیز، به قسمی که علمای روانشناس میگن که باید تدریجی باشه. تدریجی به این معنی که یعنی به یک بارگی نمیشه که برش همه چیز بیاموزانه. آهسته 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 آهسته. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که مروا اولادکم بالصلاه و هم ابناء 7 سنین. شما فرزندانتان را تشویق و ترغیب بکنین به سوی نماز در حالی که اونا در سن 7 سالگی می باشن. یعنی در سن 7 سالگی ما باید اینا رو تشویق و ترغیب بکنیم، خود ما هم الگو باشیم و اینا رو هم تشویق و ترغیب بکنیم تا اینکه اهمیت و ارزش عبادت را اینا بدانن. اینا به شکل تحمیلی یا به شکل اجباری عبادت نبکنن، بلکه به اساس علاقه و به اساس شوق و رغبت اینا بین عبادت را انجام بدن. آقای مجددی، در برنامه‌های گذشته راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت کرده بودیم که فرزندان کارهای را انجام نمیده که ما برشان میگوییم، کارهای را انجام میتن که ما را میبیند. حالا این محیط ماه پربرکت رمضان چقدر یک بستر عالی برای تربیت عبادی هست، چون همه روزدار هستند، عبادت میکنند، تراویح میخوانند. چقدر میتونه کمک کننده باشه تا اولاد عبادی تربیت شود و این نماد و این بستر چقدر در این راستا کمک کننده هست؟ بدون شک جناب شیرزه صاحب، تمام علمای روانشناس به این نکته تأکید می‌ورزند که کودکان نازنین بیشتر از آنچه که میشنوند و بیشتر از آنچه که برشان توصیه میشه، آن چیزی را که میبینن از او بیشتر میآموزن. یعنی کردار پدر و مادر، کردار خانواده بر از اینا بهترین الگو هست. وقتی که هر پدر و مادر و هر آن خانواده‌ای که اینا با علاقمندی و با شوق و رغبت نماز میخوانند،
قرآن تلاوت میکنن، ذکر و اذکار را انجام میدهند. کودکشان میبینه که والدین ما، پدر و مادر ما، افراد دیگر خانواده به علاقمندی و به بسیار شوق و رغبت عبادت میکنن. این نه تنها ای که خودش علاقمند به طرف ازی میشه، ذهنت سازی میشه بر ازی، در ذهن ازی امو شوق و رغبت و علاقمندی عبادت تزریق میشه. ذهنش آمده به این میشه که این کودک نازنین هم به طرف عبادت رو بیاره. در بسا خانواده های ما بسیاری از اطفال میبینیم زمانی که پدر و مادرش یا برادر بزرگش یا خواهرش میره نماز میخوانه، این هم میاد جای نماز هموار میکنه و در اونجا نماز میخوانه. این به اساس ازی است که اینا الگو باید باشن. وقتی که خود از این علاقمندی داشته باشه، به اساس شوق و رغبت عبادت انجام میدهد، فرزندش هم مایل میشه به طرف عبادت، این هم شوق و رغبتش به طرف عبادت میشه. همین ماه مبارک رمضان سفره افطار که آمده میشه، نمازهای تراویح در ماه مبارک رمضان، یگانه چیزی که بسیار در قسمت تربیت عبادی رول مهم داره امی است که بسیاری اکثریت خانواده ها بیشتر وقت خود را در خانواده سپری میکنن، با خانواده خود سپری میکنن، در خانه سپری میکنن. در اونجا است که کودکای نازنین اینا به نماز جماعت، به تراویح که میرن یا سفره افطار که آماده میشه، در سحری که میخزن، اکثر اطفال در سحری هم میخزه. اینها همه چیزهایی هستن که بر روح و روان و سلامت کودک تاثیر بسزایی داره و او آماده به این میشه که این هم الگو برداری بکنه. چیزی را که میبینه امو در ذهنش حک میشه، نقش میگیره در قلبش، در ذهنش، در وجودش تزریق میشه و امو است که فردا وقتی که به سن بزرگی میرسه، این هم به طرف عبادت رو میاره و عاقلانه به اساس شوق و رغبت و علاقه عبادت پروردگار را انجام میده. بسیار عالی است. آقای مجددی، در بعض از مساجد یا در اکثریت مساجد بعض از هموطنان عزیز ما فرزندان کوچک خود را نزد خود به مساجد می آورد که از نظر من خیلی یک زیبایی خاصی برای مساجد می باشد، اما یک عده از هموطنان عزیز شاکی از این موضوع می شود. آنها می گویند که مزاحم نماز می شود. این روش چقدر کمک کننده هست و این روش باید چگونه انجام شود تا در کنار این که مزاحمت هم صورت نگیرد و زیبایی مساجد با حضور این طفلکا هنوز هم عالی‌تر و زیباتر شود؟ بدون شک جناب شیرزی صاحب، بردن اطفال در مساجد دو بعد داره. ما قبل از اینکه از لحاظ روانشناسی این موضوع را توضیح بدم، اول میریم در متون اسلامی میبینیم که آیا فرزند در مساجد رفته میتونه و یا خیر. در یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که صفوف نماز در ابتدا بزرگسالا، یعنی اشخاص کلان صف بگیره، بعد از بزرگا اطفال، بعد از اطفال خانم ها. ببینید از این حدیث برمیآید که اطفال نازنین باید در مساجد برده شود. یعنی در متون اسلامی بر از اینا یک راهی پیدا شد، هیچ کسی ممانعت کرده نمیتواند. بله. یک چیز است که نظافت و حرمت مسجد در نظر گرفته شود. اطفالی که سنش بیخی خورده است یا لباسشان پاک نمی باشه یا هم امون نظافت مراعات کرده نمیتونه یا ادرارشان در مساجد میره، از اونا باید خودداری شود. اما در مجموع هیچ کس ممانعت کرده نمیتونه. اگر ممانعت کودک در مساجد وجود می داشت یا جواز نمی داشت ورودشان در مسجد، پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیگفت که صلی الله علیه و سلم نمیگفتن که اول صف بزرگسالا، بعد صف اطفال و بعدش هم خانما. این یک موضوع. بعد روانشناسی میمال میبینیم، این را تحلیل میکنیم. علمای روانشناس میفرمایند جناب شیرزی صاحب که اطفال نازنین اینا قسمی که در برنامه‌های گذشته گفتیم ذهنشان کاملا سفید است. اینا وقتی که در مساجد برده نشوند، در محافل برده نشوند، در مجالس برده نشوند، ذهن از اینا امتو بسته میمانه. ذهنشان وسعت نمیکنه. امو تارهایی که در ذهن وجود داره، امو فازهایی که در ذهن وجود داره، چیزهایی که باید باز شوند، اونا امتو بسته میمانه. امو است که فرزند در آینده یک شخص کودن، یک شخصی که از مساجد هم بد میبره، از مجالس هم بد میبره، گوشنشین، گوشگیر، هیچ یعنی انسان اجتماعی به بار نمیآید. انسانهای نابغه، انسانهایی که متفکر هستن، اینا متفکر بودنشان یعنی متفکر به دنیا نامدین. از بطن مادر
بله از بطن مادر متفکر به بار نامدین، نابغه به بار نامدین. پدر و مادری است که اینها را به تفکر میرسانه، اینها را نابغه میسازه. بردن اطفال در مساجد، در مجالس، در محافل، در جاهای، در اماکنی که اونجا اجتماعی می باشه، اونجا مردم جمع جوش داره یا مردم اونجا بیشتر زیست میکنن یا روی یک موضوع سخن میگوین، در اونجا باید اطفال برده شود. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه کودک خردی بود و او را حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در همه مجالس می برد و حتی دیگه صحابه کرام می گفتن که این خو کودک اسیر چرا در مجالس ما باید حضرت عمر بیاره. باز در یکی از مجالس روی یک موضوع حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پرسان کرد، از همه صحابه کرام پرسان کرد راجع به سبب نزول سوره اذا جاء نصر الله، سوره نصر. از همه صحابه کرام پرسان کرد، یک چیز گفت، دیگه چیز گفت. بعد از حضرت عبدالله پرسان کرد، گفت که عبدالله بگو که سبب نزول از چی است؟ گفت که سبب نزول از این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقت رحلتشان فرا رسیده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفت که بله بدون شک سبب نزولش امی است و تمام صحابه کرام فهمیدن که نخیر، اگر اینا کودک هم هستن اما ذهنشان باز است و علمشان بزرگتر از ماست، بیشتر از ماست. به او اساس جناب شیرزه صاحب بردن اطفال در مساجد نه تنها ای که از بخش اسلامی جواز داره، مشکلی نداره، از لحاظ روانشناسی به خاطر سلامت کودک، به خاطر روان کودک، به خاطر باز شدن ذهن کودک اهمیت بسزای داره. باید اطفال برده شوند تا اینکه اونجا اینا الگو برداری بکنن. اصلا سپاس جناب استاد، ممنونتان که دعوت ما را پذیرفتید. قربانتان. فقط یک دو مورد دیگه که از مورد 40 موردی که ما همیشه میگفتیم، مورد 16 و 17 و 18 رسیده بودیم که کودکان نازنین خلاق هستند، آغازگر هستند، بعضی چیزا را نو اختراع میکنن. در این صورت والدین گرامی اینا را باید تنبیه و تحقیر نبکنه، بلکه اینا را تمجید و تحسین بکنه. یک موضوع دوم، کودکان نازنین اشتباه میکنن. کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که تمام بنی آدم خطاکار است، اما بهترین انسان های خطاکار همان کسانی هستند که آنها توبه میکنن. وقتی که توبه کردن اینها بهترین انسان میشن. پس کودکان نازنین هم اشتباه میکنن، والدین گرامی باید اینها را تحقیر و تنبیه و لطکوب و نزننشان. بسیار سپاس استاد عزیز و ممنون از هموطنان عزیز نیست که تا این حال همراهی کردن، تنها نگذاشتن و در هر قدم برنامه هم قدم برنامه خودشان بودن.